سلام، خیلی خوش آمدید برای اخبار امروز فوتبال اروپا. اینزاگی به الهلال پیوست. سیمون اینزاگی با قراردادی 2 ساله به ارزش 25 میلیون یورو به الهلال پیوست. اینزاگی با این قرارداد به پردرآمدترین مربی تبدیل شد که در رتبه بعدی آن نیز پپ گواردیولا با 23 میلیون یورو قرار دارد. اینتر در فکر جانشین اینزاگی. تیم اینتر میلان برای جانشینی سیمون اینزاگی که 4 سال سرمربی آنها بود با سسک فابرگاس وارد مذاکره شد که منفی شد. ترشتگن به شایعات پایان داد. مارک آندره ترشتگن که در اردوی آلمان قرار دارد گفته است که امسال نیز در بارسلونا قرار دارد. یوویچ در مسیر بوتاگافو. لوکا یوویچ مهاجم سرب اسبق رئال برای حضور در جام باشگاه‌های جهان با بوتاگافو در حال مذاکره است. پیر کارولو با قرارداد قرضی از میلان در یوونتوس ماندگار شد. 6 بازیکن از لیست انریکه خط خوردند. تیم پی اس جی برای فصل آینده خود 6 بازیکن قرضی خود را که در تیم‌های دیگر قرار داشتند از لیست خود حذف کرد که عبارت از رناتو سانچز، میلان اشکرینیار، رنال کنول موانی، آسنسیو، کارلس سولر و نودی مادوکه